و ببینید که ما چه اخیراً در شهر دوشنبه در قرارگاه کمیته ملی المپی تاجیکستان ملاقات خبرنگاران رشته ورزش کشور با زیبونیسا رستم و کمانور مشهوری تاجیک قهرمان بسیار کرته جهان و برنده مدال برنجی المپی که فعلا رئیس سازمان المپیچیان تاجیکستان است دایر شد. باید گفت که کامیابی های زیبونیسا بلندترین قله است که یک بانوی تاجیک در ساحه ورزش به دست آورده است. استاد شایسته ورزش اتحاد شوروی زیبونیسا رستم و به خبرنگاران پیرامون وضع امروزه ورزش در کشور و راه‌های حل مشکلات ساحه ابراز نظر کرد. این یک 2 ساله ها ممکن 8 ساله ها لازم که یک ورزشگر همچون اشتراکچی بازی‌های المپی شود و برای همین هم ممکن که نمودهای المپی رو از نمودهایی که در برنامه کمیته المپی بین الخلقی نیستن جدا کرده بود. ورزش تاجیکستان امروز همچون یک ورزش همچون مستقل کار کرده نمیتوانید. سرمربیان یا مربیان دولتی در اوید نمودها موجود نیستند. امروز ورزشکاران تاجیک با مشکلات زیاد روبرو هستند. به علت کمبود مالی نمیتوانند به مسابقات بین المللی خوب آمادگی بگیرند. به اندیشه خانم رستم و ورزشکاری حرفه‌ای باید با خانه و معاش و شرایط خوبی تمرین تامین باشد. همه فایز گیرنده ها مربی ها هستند، سروران مکتب هستند، زوجان و میتدیستان. لیکن امروز ورزشکار به ما چی میده؟ ورزشکاری که ما وی رو استفاده میبریم، نام او رو در تاجیکستان میگه، ورزشکاری که بیرق پرچم تاجیکستان رو میبردارد، امروز غیر از استیپندی پرزیدنتی دیگر هیچی ندارد که وی هم استیپندی هم میبخشد ممکن 200-300 سوم باشد. زیبونیسا رستم و با تأسف ابراز داشت امروز مسئولین ساحه به قدر جایزه‌داران بازی‌های المپی رسول باقیف و یوسف عبدالسلاموف که تاجیکستان را در عرصه جهان شهرتمند کردند نمی‌رسند. امروز نخود که رسول باقیف نمیتواند راهبر یگان مکتب ورزشی شود یا مکتب مهارتش عالی شود یا مرکز المپیچیون شود و می روی هزار با نقصتر بهتر یک مشق میتواند و ورزشکاران رو به پایان میرساند. یا اینکه برای چی یوسف عبدالسلام امروز مقاله‌های می‌نویسد که ما نتوانستیم به اون حق یک اتاق دهیم، همون پرچم تاجیکستان رو برداشت، از نام تاجیکستان برآمد کرد. خانم رستم و از بی‌تفاوتی مسئولین ساحه نسبت به نمودهای ملی اظهار نگرانی کرد. آذربایجان چوگانبازی رو به نزد یونسکو برآمد کرده است و گفته است که این نمود از بین رفته است و ما باید اون رو از نو رونق تیمو. لیکن بعضی آدمای ما چی گفتن؟ این آذربایجانی نمود ما برای چی ما ثانی داد میزنیم؟ امروز ما کمربندی رو از دست دادیم، هم خیلی کمانبری رو امروز تترو گرفتن یک فدراسیون بین الخلقی کردن. چوگانبازی رو حساب کنید از دست داده. یا که امروز نمود کورش در همین بازی آسیا که در دوشنبه شد، من میدونم گیری هم اومد که برای چی ما امروز نمود خودمون رو نشون نداده، نمود کورش رو نشون داده. برای چی؟ برای اون که یک تتمی دادن ما برای همین تتمی شدیم و نمود کورش بازی‌های آسیایی به نشون داده. سال 2016 هم سال بازی‌های المپی است، ولی تا امروز ورزشکاران تاجیک به المپیادای ریو د ژانیروی برزیلیا همگی یک راه خط گرفتند. با تأسف ابراز داشت رهبری سازمان المپیچیان تاجیکستان زیبونیسا رستم و